گسترش جنگ نیستیم، مگر اینکه به ما تحمیل بشه. ما خواهان گسترش این جنگ به کشورهای دیگه و یا به منطقه نیستیم، مگر اینکه تحمیل بشه. ما اصولا خواهان این جنگ نبودیم. ما مشغول اجرای دیپلماسی در خصوص برنامه هستی خودمون بودیم، ولی این تجاوز به ما تحمیل شد. ما از خودمون دفاع میکنیم، دفاع کاملا مشروع هست، با اقتدار دفاع میکنیم و این دفاع ما در پاسخ به تجاوز هست. لذا اگر تجاوز متوقف بشه، طبیعی است که واکنش های ما هم متوقف میشه. کشاندن صحنه درگیری به منطقه خلیج فارس یک اشتباه بزرگ راهبردی است که احتمالاً با عمد و با قصد صورت میگیره و هدف اون کشاندن جنگ به فراتر از خاک ایران هست. منطقه خلیج فارس منطقه بسیار حساس و پیچیده‌ای هست و هر گونه تحول نظامی در اون میتونه کل منطقه رو و بلکه کل جهان رو درگیر بکنه. رژیم اسرائیل خواهان هیچ توافقی در موضوع هسته‌ای نیست، خواهان مذاکره نیست، خواهان دیپلماسی نیست و تجاوز به ایران در میانه مذاکرات هسته‌ای نشون دهنده مخالفت رژیم اسرائیل با هر گونه مذاکره‌ای هست. الان هم کاری که انجام شده دقیقاً برای تخریب دیپلماسی، تخریب مذاکره بوده و ما متاسف هستیم که دولت آمریکا هم با این اقدام همراهی کرده.